دوستان عزیز موشکاف سلام. جنتی لعنتی معروف به مینی دایناسور این هفته سر و کلش تو تیویریش پیدا شد تا طبق معمول عبای ولایت رو کنار بزنه و یه تصویری از جسم ناقص عظما رو تو بلبشوی زرخوران به نمایش بذاره. یه عده‌ای هم آمریکا پرستی یا آمریکا دوستی همینجور در اعماق وجودشون بود و هست. هر وقت یه مناسبتی پیدا شد یه چیزی میگن، یه چیزی میپرونن، یه لجدی میزنن. الانم در فکر رابطه هستن. برای کی میخواد رابطه کنه؟ شما 4 تا آدم میخواید رابطه پیدا کنید یا مردم نه آمریکا رو قبول دارن نه شما رو قبول دارن. یه هوا دیگه جوش بزنی جان خودت سکته رو زدی. بابا مگه علی گدا نگفت اینا بچه‌های نظامن دارن نرمش قهرمانانه میکنن؟ پس قضیه چیه؟ نکنه یه کاسه زیر نیم کاسه از ما خبر نداریم؟ هرچی هم شما بشینید در جلسات مخفیتون پیام بدین، پیام بگیرید، مردم با شما نیستن. تا مردم هم نخوان هیچ کاری صورت نمیگیرن. در پیشاپیش مردم هم مقام معظم رهبری هستن. اوه عجب بندی به آب دادی جنتی. پس اینطور که پیداست دارن تو جلسات مخفی دار و ندار عظما رو رتته ها. خب دیگه چی کار میکنن؟ بعد از طرف دیگه آمدن نه پیام میدن شما باید در مسائل هسته‌ای کوتاه بیایید، شما باید برنامه‌های موشکیتون را متوقف کنید. تو چی کاری که به ما میگی؟ مگه دخالت در کشور ما چه حقی داری بکنی؟ چرا وزیر خارجه ما رفته سر قبر شهید مغنیه؟ اف بر بی حیایی شما. خب یه شهیدیست، شهید حزب الله، سر قبرشون زیارتگاه ماست. به تو چه فضول. این دیگه اند توپ و تشر جنتی بود. بیشترین پوکی که میتونه به وافور ولایت بزنه همینه. از اینجا به بعد میره تو سرپایینی مذاکرات و میفته تو قدقد نر. مسئله هسته‌ای ما خیلی معطلتون نمی کنم. اونی که ما انتظار داریم از این مذاکره کنندگان از طرف ایران از موضع عزت صحبت کنید، از موضع قدرت صحبت. خودتون نوازید. خیال نکنی قدرت آمریکا در مقابل قدرتی قرار گرفته ایم ما ضعیفیم. نه، ما قوی هستیم، اونا ضعیف هستن. منتهاش ما به قدرت خودمون پی نمیبریم، ضعف اونا رو خیلی قبول نداریم. از موضوع بالا خط قرمز ها رو رعایت بکنیم. آخه خر دایناسور، از یه طرف میگی آمریکا رفته تو قلب اینا چادر زده و نمیدونم جلسات مخفی دارن و آمریکا پرستن، بعد از طرف دیگه همچی با لطافت براشون روزه عزت میخونی، بعد نمیگی بسیجی ها قات میزنن شره میکنن؟ لااقل حالا که ضربه رو زدی یه چیزی بگو بسیجی ها روحیه بگیرن. بعضی از رؤسای جمهوری دنیا به مقام معظم رهبری گفته بودن که واقعا تبریک گفته بودن بهشون که این راهی که شما نشون دادید این بهترین راه هست، اقتصاد مقاومتی که شما پیشنهاد کردید. احتمالاً علت تبریکشون به سیدعلی به خاطر موفقیت عظما در زمینه علم شیمی بوده، چون سیدعلی با اقتصاد مقاومتیش فرمول تبدیل ریال به پهن رو کشف کرد. بس دیگه، نمیخواد به بسیجی ها روحیه بدی. همین که گوگیجه ولی فقیه رو نشون دادی بسه. حالا باید دید آخر مذاکرات وین سیدعلی باقی زهر رو سر میکشه یا میز چپ میکنه. از قول موشکاف بهش بگو در هر حال کارت ساخته است. اینم یه ترانه تقدیم به آمریکا دوستای نظام. آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا
تک ز تک زنگ تو عظما باید برقصه با ریتم آهنگ تو. آمریکا آمریکا تک ز تک زنگ تو، ما اهل جام زهریم واس چی بیایم جنگ تو. آمریکا آمریکا تک ز تک زنگ تو عظما باید برقصه با ریتم آهنگ تو. آمریکا آمریکا تک ز تک زنگ تو، ما اهل جام زهریم واس چی بیان جنگ تو. ای که با زنگ موبایل خواستی به ما حال بدی، عظمای پرکنده رو خواستی پر و بال بدی. واسه آقا سیدعلی درد خماری بده، چی میشه به این گدا رد یه مسقال بدی. روحانی زیر عبا شلوارک میداره، جای گلاب سیدعلی عطرای چارلی داره. تحریم و بردارمون ما تو کار نرمشیم، زهر و بریز میخوریم جون باراک اهلشیم، جون باراک اهلشیم. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.